من پشت رهبر ایران می ایستم، چون رهبر ایران به مانند جدش حسین ابن علی هیچ وقت زیر بار ذلت و حرف زور نمیره. اگر سنگ بر من ببارد دست در دست شما نخواهم گذاشت و با جاهلیت بیعت نخواهم کرد. من پشت رهبر ایران می ایستم، چون از همون اول دشمن رو خوب شناخته بود و کسی که دشمن شناس خوبی باشه بهترین راهکارها رو برای شکست دشمن ارائه میده. آرایش دشمن آرایش جنگی است. در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره. باید خودشو آماده کنه در همه بخش‌های مختلف. من پشت رهبر ایران می ایستم، چون تو دنیایی که همه حاکمانش از ترس و با خفت جلوی آمریکا و اسرائیل کم آوردن و سرخم کردن، فقط سید علی خامنه ای بود که جلوی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها ایستاد و این جرأت رو به ملت ایران داد که در مقابل ابرقدرت‌ها بایستن، مقاومت کنن و اونا رو تا مرز نابودی برسونن.